سال 58 فرا رسیده و موسم حج نزدیک شده است. امام خمینی با پیامی سرشار از روح توحید و بیداری و استقامت رویش حج ابراهیمی را در تاریخ معاصر بشر نوید می‌دهد. زیر بار ظلم نروید، نقشه های جهانخواران و در رأس آنها آمریکا را افشا کنید و هر جای جهان هستید خود را علیه اسرائیل تجهیز نمایید. با پیام امام خمینی به کنگره عظیم حج اعلام براءت زائران بیت الله الحرام از مشرکین به نماد بیزاری مسلمانان از شیاطین جدید تبدیل می شود و روند احیای حج حقیقی آغاز می گردد. شکست روحانیت شکست اسلام است. اسلام با استثناء روحانیت محال است که به حرکت خودش ادامه بده. امام همان گونه که شنیدید حرکت اسلام بدون روحانیت را محال می‌داند، اما در مقابل بی‌بصیرتی روحانیون را نیز خطری بزرگ می‌شناسد. در سالهای اول انقلاب همه از علاقه امام به آقای منتظری باخبرند. منتظری نیز متقابلا در دفاع از امام و انقلاب فعال و پرکار است. با این همه او در سالهای بعد در دام جفسازی‌ها و اطلاعات غلط برخی از نزدیکان و منحرفان گرفتار می شود و به تدریج با امام و آرمان‌های امام فاصله می گیرد. اطلاعات غلط، نداشتن تحلیل راهبردی، اصلی فرعی نکردن مسائل، برخورد احساساتی، ساده اندیشی در مقابل جفسازی‌های منافقین و منحرفین و برخورد نکردن با انحرافات و قدرت طلبی‌های برخی نزدیکان از مهمترین علل و عواملی است که رفته رفته میان آقای منتظری و امام و انقلاب فاصله می‌اندازد. امام خمینی که در همه علایق خود فقط اسلام و رضایت پروردگار را مد نظر دارد، پس از سالها تلاش برای اصلاح راه و روش آقای منتظری با اندوه فراوان اما قاطعیتی به یاد ماندنی در مقابل این انحرافات می‌ایستد و در سال 68 او را از قائم مقامی رهبری عزل می‌کند. نامه‌های امام به آقای منتظری حاوی درس‌ها و عبرت‌های فراوانی است و علت ریزش برخی خواص و سیاسیون را به روشنی روایت می‌کند. با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرال ها نریزد. از آنجا که ساده‌لوح هستید و سریعا تحریک میشوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید. شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. تأملی در عملکرد امام در عزل آقای منتظری این واقعیت عبرت آموز را اثبات می‌کند که خمینی کبیر با هوشیاری تاریخی خود نفوذ منحرفان و فتنه‌جویان در بیوت برخی مراجع و روحانیان را خطری عظیم می‌دانسته و قاطعانه در مقابل آن ایستاده است. برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد به شما نصیحت می‌کنم که بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید و از رفت و آمد مخالفین نظام که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا می‌زنند جداً جلوگیری کنید. نامه‌های امام به آقای منتظری حاوی درس‌های جاودانه‌ای برای همه نسل‌های این سرزمین است و این ضرورت را اثبات می‌کند که رهبران انقلاب نمی‌توانند و نباید مصلحت اشخاص را به مصلحت انقلاب و اسلام و ملت ترجیح دهند. مردم نیز با درک همین واقعیت است که همچون امام پالایش انقلاب از برخی خواص و سیاسیون را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌دانند و در مواجهه با این گونه خواص فقط به منافع انقلاب و مصالح اسلام می‌اندیشند. سخنی از سر درد و رنج و با دلی شکسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم. من با خدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که مکلف به اغماض آن نیستم هرگز چشم‌پوشی نکنم. من با خدای خود پیمان بستم که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام کنند، دست از حق و حقیقت
بر نمی‌دارند. در اردیبهشت 58 خط ترور رسما در ایران اعلام موجودیت می‌کند. سپهبد قرنی و 9 روز بعد استاد مرتضی مطهری اولین قربانیان ترور هستند. گروهی به نام فرقان مسئولیت ترور را بر عهده می‌گیرد. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می‌کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود. 7 تیر در انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از اصحاب امام و انقلاب به دیدار معبود می‌شتابند. این آقای بهشتی مسلمان متعهد مجتهد این چه کرده بود که تو تاکسی می‌نشستی می‌بینید که 2 نفر آدم که با هم بودن یه حرفشون فحش بود. تو اجتماعات یه دسته مرگبتی طالقانی ها تو کشتی. شما ببینید چه ظلمی به یک همچه موجود فعالی که مثل یک ملت بود برای این ملت ما. 2 ماه بعد در 8 شهریور 60 رئیس جمهور رجایی که در افکار عمومی به سمبل ساده‌زیستی و تبعیت از امام تبدیل شده، به همراه نخست وزیر باهنر در بمبگذاری یکی از عناصر نفوذی منافقین به ارج سفر می‌کند. ابن ملجم را از اینها مردتر می‌دانم برای اینکه او آمد و در حضور مردم کار خودش را کرد و خداوند او را لعنت کند و اینها اون مردانگی اون نامرد را هم ندارند و به طور دزده یک کاری انجام میدند و خودشون را اصلا ظاهر نمی کنند. شهید عزیزم برادر رجایی، شهید عزیزم برادر رجایی. ارزش آقای رجایی، ارزش آقای باهنر، ارزش آقای بهشتی و ارزش این ائمه جمعه مظلوم ما به این نبود که مثلا دستگاهی دارن. ارزششون به این بود که خودی بودن، با مردم بودن، برای مردم خدمت میکردن. مردم احساس کرده بودن که اینا برای اونها دارن خدمت میکنن. خط ترور بعدها نیز با حمایت مستقیم و غیر مستقیم آمریکا، اسرائیل و انگلیس به فعالیت خود ادامه میدهد و داغ‌های فراوانی بر دل ملت میگذارد. اما سرانجامی جز سقوط و خیانت نمی‌یابد و جز نفرت و بیزاری ملت هیچ دستاوردی نصیبش نمی‌شود.